نسک و تلبیه. نسک: و کسی که اراده احرام بستن را داشت، غسل کردن و پاکیزگی را تمام کرد و لباس احرام به تن نمود و مردان لباسهای دوخته شده را از تن بیرون کردند، پس او نیت دخول در نسک را می کند، چه حج باشد و یا عمره، و مستحب است تا نسکی را که اراده کرده تلفظ کند و اگر اراده عمره و بعد از آن حج تمتع را دارد بگوید لبیک اللهم عمرة متمتعا بها الی الحج و یا لبیک اللهم عمره، و سپس هنگام حج کردن لبیک اللهم حجا، و اگر نیت حج مفرد را دارد میگوید لبیک اللهم حجا. و کسی که اراده قران میان حج و عمره را دارد چنین گوید لبیک اللهم حجا و عمره، به دلیل حدیث انس رضی الله عنه که فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم را شنیدم که فرمودند لبیک عمرة و حجا. اگر بر زبان تلفظ نکرد نیت قلبی وی کفایت می کند. و پس از احرام نمودن مسلمان به نسک آغاز می کند و آن چیزی است که حاج و یا عمره کننده آن را گفته و انجام می دهد که انواع مختلفی دارد. اول آن تمتع، آن است که در ماهای حج برای عمره احرام نماید و سپس بعد از اتمامش از احرام بیرون شده از حالت تحلل بهره مند شود. بعد از آن در همان سال برای حج بار دیگر احرام می‌بندد. اما نوع دوم قران است که برای حج و عمره با هم احرام می‌نماید و نوع سوم افراد میباشد که تنها برای حج احرام کند. و انواع سگانه در احرام نمودن متفاوت هستند. برای تمتع 2 بار احرام میبندد، یکی برای عمره و بعد از بهره‌مندی از حالت تحلل برای حج بار دیگر احرام میبندد، در حالی که در قران برای حج و عمره 1 باره احرام میبندد و همچنین در افراد برای حج تنها 1 بار احرام میکند. و در لبیک گفتن هنگام احرام اول میگوید لبیک عمره، سپس زمان احرام بستن به حج میگوید لبیک حجا، و یا اینکه میگوید لبیک عمرة متمتعا بها الی الحج. و برای قران هنگام احرام کردن میگوید لبیک عمرة و حجا، و برای افراد هنگام احرام کردن میگوید لبیک حجا. و برای تمتع و قران هدی واجب است، در حالی که برای افراد چنین نیست. و تمتع 2 طواف دارد، اولی برای عمره و دومی برای حج، در حالی که برای قران و افراد 1 طواف لازم است که طواف حج می باشد. و در مورد سعی کردن در تمتع 2 سعی است، اولی برای عمره و دومی برای حج، در حالی که برای قران و افراد 1 سعی است که سعی حج می باشد. بهترین نسک ها تمتع است، زیرا که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم اصحاب را به آن امر کردند. پس از آن قران و افراد است. لبیک گفتن و محرم میگوید لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. و معنای لبیک اللهم لبیک یعنی بار الها اجابت کردم بعد از اجابت. و لبیک گفتن سنت است، مردان با صدای بلند و زنان از بیم فتنه با صدای پایین لبیک میگویند. و محرم پس از احرام بستن لبیک گویی را آغاز میکند و در راه لبیک بسیار میگوید. و در بسیاری از اماکن مؤکد است که از جمله آن زمانی که از بلندی بالا میرود و یا از دره پایین میآید و یا نماز فرضی را ادا میکند و یا زمانی که شب و یا روز فرا میرسد. و تلبیه گفتن در عمره را با دیدن بیت الله و لمس کردن حجر الاسود پایان میدهد. و در حج زمانی که به زدن جمره عقبه در روز عید آغاز می کند تلبیه گفتن را متوقف می سازد.